سلام، هستم گزارشگر رویداد رزم‌آور اف سی. تو این سری از ویدیوها می‌خوایم به 12 فایتی که در رویداد رزم‌آور اف سی 1 برگزار شد نگاهی بکنیم و خودمون رو آماده بکنیم برای رویداد بعدی. با من همراه باشید. خب بریم از فایت شماره 12 شروع بکنیم، جایی که عارف انصاری در مقابل محمد رضا ناصری قرار میگیره. عارف انصاری از استان لرستان 27 سال سن و محمد رضا ناصری با 34 سال سن و از استان تهران. مبارزه شروع شد. من این صحنه‌ای براتون انتخاب کردم. محمد رضا ناصری با یه تایمینگ خوب تونست عارف انصاری تو راند 1 بزنه زمین. عارف انصاری انگار خیلی روی گیوتین تمرین کرده بود و مدام حمله میکرد به گیوتین، ولی خب همه گیوتیناش در طول بازی ناموفق بود و حتی چند تا گیوتین به ضررش تموم شد. محمد رضا ناصری تو یکی از این حملات ناموفق عارف انصاری تونست از گیوتینش سوء استفاده کنه و آرم ترنگل رو بگیره. من و نیکو واسمون خیلی جای تعجب بود که چرا محمد رضا ناصری همون آرم ترنگل رو تموم نکرد، چون توی پوزیشن تموم کردن بود. تصمیم گرفت دوباره بیاد روی ماونت و یکم گرندان پاوند بکنه عارف انصاری رو و بعد به آرمبار حمله کرد که از اون آرمبار هم عارف انصاری تونست فرار بکنه. اون صحنه که توضیح دادم الان دارین میبینین. ببینید الان آرم ترنگل رو گرفته، میتونست همینجا پخش بکنه خودش رو روی زمین تمام بکنه. تصمیم گرفت بیاد روی ماونت گرندان پاوندش کرد و بعد اینجا رو ببینید حمله میکنه برای آرمبار که عارف انصاری خوب تونست بکشه بیرون خودش رو. ولی محمد رضا ناصری توی این گلاویزیا خیلی خوب میتونست بیاد تا پوزیشن و عارف انصاری بازم گیوتینای اشتباه میگرفت. محمد رضا ناصری تونست بیاره عارف انصاری داخل پوزیشن کروسیفیکس یا صلیب و گرندان پاوند بکنه عارف انصاری رو. حتی ابروی عارف انصاری باز شد و کاوه کاویان مبارزه رو نگه داشت توی راند 3. محمد رضا ناصری تونست با تیکیو عارف انصاری رو شکست بده در راند 3 و پیروز این مبارزه در وزن 66 کیلوگرم بشه. مبارزه شماره 11 شاهین ورزی در مقابل آراز علیزاده. این مبارزه در استایل آماتور برگزار شد. بچه‌ها هر دو نفر از استان تهران و 25 ساله در وزن 70 کیلوگرم یعنی لایت ویت. توی مبارزه آماتور، تو مسابقه MMA آماتور یک سری محدودیت‌ها وجود داره. ضربه آرنج و زانو به طور مثال ممنوع هست. شاهین ورزیده همون اول کار تونست از لگده آراز علیزاده سوء استفاده کنه، مبارزه رو ببره پایین، پاهاشو پس بکنه، داخل ساید کنترل آراز علیزاده رو نگه داره و بعد برسه پوزیشن کروسیفیکس و تیکیو بکنه آراز علیزاده رو. این مبارزه در راند 1 تموم شد و خب برنده شاهین ورزیده بود. خب بریم سراغ فایت شماره 10، جایی که امین قائدی پور در مقابل امین ولی پور قرار گرفت. امین قائدی استایل کشتی و امین ولی پور استایل جوجیتسو برزیلی. این مبارزه همونطور که پیش بینی میشد بیشتر روی خاک پیش رفت. امین قائدی فرد تونست گراپلینگ خیلی حساب شده و درست رو به نمایش بذاره و کنترل تاپ پوزیشن رو داشته باشه در طول فایت. راند 1 تونست پاهای امین ولی پور رو پس بکنه و بیاد روی ماونتش و یک گرندان پاوند خوب انجام بده، ولی خب امین ولی پور تونست از جوجیتسوش استفاده بکنه و از اون موقعیت خیلی خطرناک بیاد بیرون. مبارزه جذابی بود در استایل گراپلینگ. بازی در 3 راند تموم شد و خب قاضی ها نتیجه مبارزه رو تعیین کردن و امین قائدی فر با تاپ کنترل خیلی خوبش تونست برنده این مبارزه باشه. خب بریم سراغ آخرین فایت این ویدیو، فایت شماره 9، جایی که علی گروسی در مقابل سامی فلاحت قرار گرفت. این مبارزه هم مثل فایت شاهین ورزیده و آراز علیزاده در استایل آماتور برگزار شد.
علی گروسی با دست و پای خیلی بلند همون اول اومد وسط اکتاگون رو کنترل کرد و سامی فلاحت رو تحت فشار قرار داد. تونست سامی فلاحت رو با استرایک‌های خوب و دقیق و به نظرم حساب شدهش اذیت بکنه. سامی فلاحت تو ناکداونیش زیر گرفت، ولی خب علی گروسی هوشیار بود و از گراپلینگش استفاده کرد و سامی فلاحت رو توی راند 1 چوک کرد و برنده این مبارزه شد. مرسی که با من همراه بودین. لطفاً کامنت بذارین، لایک بکنین و ما رو به دوستاتون معرفی بکنین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.